سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. بچه ها این ویدیو گیم پلی از یه گانی دوتا گانه تو دوتا گیم کلا با دوتا گان مختلف. یکیشون تایپ 25 که نگاه کنین چقدر وحشه. یعنی این طرف اگه شانس من یه تیرامو که میستادم بهش میخورد 100% جر خورده بود. یه گیم پلی با تایپ 25. این گیم پلی بعدیشم با گانه LMG جدید است که اصلا نگاه کنین تا 25 چه جوری دورا چقدر وحشتناک میزنه. گیم پلی بعدش هم با یه دونه LMG که حالا نمیدونم. نگاه کنین این بالا 2 نفرن، من هر دوتاشون رو اچ میکنم، خط میگیرم، این یکی میاد. نگاه کنین یارم چجوری هستم که لازی که ولی طوری عوضش قدرت گانه نگاه کنین ببینین اینجا رو میبینه 1001 اصلا یه ثانیه 20 صدم ثانیه اینطوری میکشه، اینقدر که قویه. اینجا مثلا اینجا رو نگاه کنین، اینجا الان 2-2 بودیم، این طرف میاد را حالا اینجا پینگم خیلی داغونه. کلا اصلا این چند وقت نمیدونم چرا انقدر پینگم داغونه. بعد از اینجا صدا پا میشنوم، از میرم بمبا برمیدارم میرم اینجا از بکم صدا پا میشنوم دیگه، نمیرم راش بدم که ببازم و اینا، خط میگیرم یارو طرف میاد میزنمش. خلاصه میخوام بگم بی خودی راش الکی ندین بمینین. مثلا این تیکه رو نگاه کنیم، من خط گرفتم که بزنم، یارم یکیشون مرد، یکی دیگهشون هم مرد، یکیشون رو زدن. نگاه کنین چقدر وحشتناک میندازه. الان من یکیشون رو زدم 3-2. اون یارم باید بیاد پیش من یا من برم پیش اون، که من حالا از این بالا صدا پا میشنوم هی خط میگیرم که یکی بیاد. اون یارم هم مرد، الان تک به 3 موندم. حالا اینجا رو نگاه کنین، اینجا صدا پا دارم، خط میگیرم یارو یوهوی میاد، به جای اینکه تیره بگیرم روش یه اسلاید میزنم که گمم کنه راحت میزنمش. بعد این پوش میرم خط اینجا رو میگیرم، صدا پای قطع میشه، ریلودم و میزنم، مطمئنم یکی میاد. نگاه کنین یه دونه اسلاید قشنگ، چقدر قشنگ میندازه این گان. میریم برای جلوتر. حالا جلوتر این صحنه یه دونه اتفاق خیلی عجیبه. گیم پلی بچه‌ها، گیم پلی بعدی هم خیلی قشنگه. الان نگاه کنیم میرم بمبا بردارم، طرف صدا اسنایپش میاد از این پایین، دیدین که اسم چارلی هم داره. اینجا دوتا هیپایر میزنیم میخوابه، ریلود نمیکنم، میرم جلوتر دوباره یه هیپایر شانس آوردم دمج کرد، دیدین فریز کرد گوشیم. اینجا رو نگاه کنی بازم فریز کرد، شانس آوردم با اون یه تیری که داشتم دستم خورد رو هیپایر مرد. این گیم پلی بعد یه با گانه قبلی. بعد بچه‌ها قبل اینکه بریم سراغ کیل گرفتن نه اینا، خوشحال میشم چنلمو سابسکرایب کنین، ویدیو رو هم لایک کنید، یه دونه کامنت هم بزنین، خیلی ممنونم. تا فردا براتون یه ویدیو یه بمب دارم، اصلا یه گانه را هم بدون دیگه مطمئنم میدونین، ولی محشره. الان هیچ شو نمیخوام لو بدم. این گانه رو نگاه کنین چقدر وای، اصلا تا 25 اینا 2 نفری بردارین برین تو رنگ، مگه کسی میتونه شما رو بزنه؟ اینجا هم که فریز میکنه. بچه ها ببخشید دیگه مشکل از گوشیمه. نگاه کنین پشت اونجا خط گرفته، میام بزنمش فرار میکنه. خب بعد صدا پا شنیدم، سری رفتم زدم، بله پینگمون رفت بالا. نگاه کنین بعد از افتخارم تو چت فوش مینویسن و میگن نوبین اینا، با این پینگ داداش نبرین عجیبه. نگاه کن بالا 199. حالا اینجا رو نگاه کن چه بلایی سرشون میارم. 2-5 نگاه میرم اونجا بود یکی خط گرفته، نگاه کنی از بکم صدا پا میاد، سریع یه موومنت میزنم اصلا نت شد این بگیره. ببینی از اینجا یارو داره میاد میزنم، فرار میکنه چون میدونه گانم چی، از بکم صدا پا میشم میام هیپ فایر میگیرم، مطمئنم اون یارو که دمیج کردم میاد. چرا؟ چون یارش اینجا زدم، با خودش میگه ایول انمیه دمیجه برم سری بزنمش، ولی من چون اینجا این فکر رو کردم، این مغز بازی رو داشتم، سری برگشتم زدمش. در سرعت ویدیو رو میبرم بالاتر. اینجا ویدیو بچه تایم ویدیو بچه تمام کم بود، ببخشید چون زیاد این چند وقت خیلی سرم شلوغ بوده نتونستم برای گیم بگیرم. جناب بکنی گیر کردم به اینجا یه اسلایزم هیپ فایر گرفتم مردم. بچه خوشحال میشم چنلم سابسکرایب، ویدیو رو لایک کنید تا ویدیو بعدی. ویدیو فردا را اصلا از دستن یه ویدیو بمبه. تا ویدیو فردا، خداحافظ، خیلی دوستتون دارم.